بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما شما در PHP عملیه کرود میخوانم. عملیه کرود که است بسیار مهم و بسیار ضروری است. این حال خود کرود در PHP به معنای چی است؟ خود کرود از 4 کلمه گرفته شده. اینجا ما گفتم که خود کرود که است چی است؟ خود کرود که است اول کلمه سی از کریت گرفته شده، یعنی ما چی رقم بتونیم یک دیتا را کریت کنیم. آرش از رید گرفته شده و همچنان یوش از اپدیت گرفته شده. چه رقم ما بتونیم یک دیتای خود در وبسایت یا در دیتابیس اپدیت کنیم. همچنان دیش از کلمه دیلیت گرفته شده. اینا میایم به خاطر اینمی بر ما شما یک دیتابیس ضرور است که یک دیتابیس جور کنیم. به خاطر اینمو میایم اول در خود سرور. اگر شما از وامپ استفاده میکنین، دوام بیاین در فولدر دبلیو، همینجا پروژه تان نوشته چیز کنین، فولدر پروژه تان همینجا نوشته کنین. و اگر از زامپ استفاده میکنین در خود زامپ بیاین htdocs، اینجا نام پروژه خودتان نوشته کنین، فولدرش جور کنین. اینا ما همینجا یک فولدر جور میکنیم. به خاطر پروژه ما شما نامش کرود میمانیم. کرود create read update و delete این نامی شد. اینا میخوایم اول به اینجا یک دیتابیس بر ما شما ضرور است. میایم خود زامپ چنان میکنیم، اپاچی و مایسکل اردوش چنان میکنیم. اینا میایم اینجا لوکال هاست نوشته میکنیم. لوکال هاست و بعد از او PHP مای ادمین. در اینجا بعد ما شما اول از هر چی با پروژه ما شما یا با وبسایت ما شما یک دیتابیس جور کنیم، یک دیتابیس کریت کنیم. شما میتونین از اینجا دیتابیس کریت کنین به شکل گرافیکی. اگر به شکل کماند لاین استفاده میکنین از اینجا باید شما کار کنین. این حال نامش ما نوشته میکنیم، یک نام صحیح باشه. مثلا یونیورسیتی میمانم، نام یونیورسیتی یک دیتابیس دیگه ما داریم به نام کابل یونیورسیتی میمانیم. کابل اندرسکور یونیورسیتی. یونیورسیتی. اینجا کرکتر ستش برشان تعیین میکنیم. کرکتر ستش به خاطر است که از طریق این میتونه باز دیتای پشتو، دیتای دری، دیتای عربی هر دیتا را شناسایی کنه و امپورت کنه. UTF-8 جنرال CI میگیریم. اینا در اینجا برایشان تعیین کنیم کرکترش. اینا اینجا ما میخوایم که در اینجا یک تیبل جور کنیم. خود دیتابیس کریت کردیم، در داخل از این اینا تیبل میسازیم. در داخل از این فعلا تیبل نیست، وجود نداره. یک تیبل جور میکنیم، تیبل تیچر به نام تیچر. به نام تیچر جور میکنیم. همچنان این که است کلم هایش است که چند کلم شما داشتین یا چند کلم شما اوجا ضرورت دارین، این را میتونین باز اضافه و کم هم کنین. اینال در خود تیبل اینجا بر ما شما کلم هایش ضرورت است که یک استاد، یک تیچر چی ضرورت داره. اول تیچر خودش یک آیدی داره. اینجا نوشته میکنیم که تیچر آیدی. آیدی باید چی باشه؟ حتما نظران باید انتجر باشه. و بعد از اون میایم این آیدی که هست پرایمری کی میگیریم. در اندکس میایم پرایمری کی میگیریم میره. همچنان امی پرایمری کی که هست یعنی که یونیک هست. نمیتونه در تیبل تیچر دو استاد یک آیدی داشته باشه، مثلا 10. اینا لیره بعد اوتو انکریمنت هم باشه، اوتو انکریمنت. بعد نل نباشه، خالی نباشه حتما نذارن. اینا تیچر که هست دیگه نیم داره، مثلا فرست اندرسکور نیم. نامای از این استاندارد نوشته کنین که باز شما اشتباه نکنین در خود چیز. نام که هست نام استاد داره که ما شما سیو میکنیم. او چیز است، وارچار است، یعنی استرینگ است. وارچار میگیریم چند بگیریم 128. اگر 64 میگیرین 255 میگیرین، هر چقدر که دیتایتان ضرور بود اما بگیرین. این حال ما 128 میگیریم. آیدی زیاد نیست، تقریبا 10 میگیریم. این حال میایم فرست نیم بعد چی باشه؟
نات نل نباشه، باید خالی نباشه. و همچنان ایرا میتونیم یونیک بگیریم. اگر یونیک بگیریم باز نمیتونه که در یک پانتون دو تا استاد یک نام داشته باشه، ایرا یونیک نمیگیریم. به خاطر او میتونه دو تا استاد باشه نامش یکسان باشه. اینا لیجا میایم لاست نیم نوشته میکنیم، لاست اندرسکور نیم. لاست نیم همچنان وارچار است، 126 میگیرین، 64 میگیرین، هر چقدر میگیرین میتونین. 128 میگیریم. بعد از او داریم فون، نمبر تلفنشه. نمبر تلفنشه که هست انتجر نمیگیریم. به خاطر انتجر نمیگیریم که شماره افغانستان که هست اول صفر داره. اول که صفر داره او باز نمیتونه در خود چیز ذخیره شوه. مثلا ما شما اینجا چی داریم؟ شماره داریم، مثلا 078. اینمی صفر در خود انتجر ذخیره شده نمیتونه، به خاطر که عدد اولش چی هست؟ عدد تام نیست، به خاطر او ذخیره شده نمیتونه. ایرا باید وارچار هم گرفته میتونین و استانداردش که هست 4 است، خود کرکتر 4 میگیریم. تعداد اعدادش هم نوشته میکنیم 10. اینا در خود نمبر تلفنش باید یونیک بگیریم، به خاطر که دو تا استاد نباشه که یک رقم شماره داشته باشه. یونیک میگیریم. میتونین شما نل هم بگیرین، نل که شاید کدام استاد نمبر تلفن نداشته باشه، ما نل نمیگیریم. اینا میایم یک روی دیگر هم اضافه میکنیم. ایمیل میگیرین، هر چی میگیرین، ما میگیریم جندر. جندر هم میتونین شما تین یا انچی بگیرین، یا اگر میخواین که جندر خودتان ذخیره کنین اونجا مثلا نامشه، یا میل خود میل ذخیره کنین یا خود فیمیل، او را باید باز وارچار بگیرین. اینا ما میخوایم که دیتابیس ما سایز دیتابیس ما بسیار زیاد نشود، تین یا انتی میگیریم. از آینتی کدام خورد دی فقط ما شما باز ذخیره میکنیم، یا یک ذخیره میکنیم یا صفر ذخیره میکنیم. تین یا انتی که باشه باز خورد میه. اینا زیاد نمیکنیم به خاطر که باز زیاد میشه. یک چیز دیگر هم نوشته کنیم سالریشه، چند ماش داره. سالریش هم میگیریم، انتجر میگیریم، هر چند که دلتان باشه اما قدر بگیرین. ما 28 میگیریم. اینا دیگه چیز یونیک نداره، همین را سیو میکنیم. فعلا چند کلم داریم؟ 6 کلم داریم. همه قدر فعلا بر ما شما بس است. شما میتونین باز اضافه هم کنین، کم هم کنین. اینال چی ما هست؟ یک تیبل ما هست که فعلا دیتا نداره. تیچر آیدی داره، فرست نیم داره، لاست نیم داره، فون داره، جندر داره، همچنان سالری داره. اینال ما میخوایم به شکل PHP از طریق PHP ایرا یک چند تا دیتا را ذخیره کنیم که اوجا باز بر ما شما معلوم شوه به شکل امتحانی. یک استاد از فرست نیم میشه خود چیز میمانیم احمد میمانیم، لاست نیم میشه میمانیم احمدی. شماره تلفنش هم یک شماره خود ما میمانم. همچنان جندر داره. ما گفته بودیم جندرش باز با شکل تین یا انتی ذخیره میکنیم. یعنی اگر نفر میل بود، اگر میل بود دیجا بر ما صفر ذخیره کنین، اگر فیمیل بود بر ما یک ذخیره کنین. او را باز از طریق PHP ما نشان میدیم. اگر یک بود بر ما میل نشان بده، چیز نشان بده، فیمیل نشان بده. اگر صفر بود بر ما میل نشان بده. اینال ایمیل است. سالریش هم نوشته میکنیم 10,000. این یک دیتا شد. میتونین در پشت آن یک دیتا دیگر هم ذخیره کنین. این که هست تیچر آیدی است، این اتومات میگیره دیتابیس. دیگه ایش نوشته میکنیم علی همچنان احمدی. علی ایوبی نوشته میکنیم. شماره تلفنش هم تو یک شماره میمونیم 50. همچنان این جندر داره، میل است و سالری داره 50,000. این را میمونیم سیو میکنیم. اینا اگر در خود تیچر بیایم، در تیچر ما دو تا دیتا ذخیره شد، یک به نام احمد است، یک به نام علی است. اینا یک دیتا را دیگه ما ضرورت داریم که فیمیل باشه، بر ما اونجا باز نشان بده به خاطر تست. میایم یک فیمیل ذخیره میکنیم به نام
لیلا لیلا را میگیریم تخلص شه لیلا مریم میگیریم شماره تلفنش یعنی تو یک تلفن شماره میتیم و همچنان جندرش از این بعد یک باشه سالریش باشه مثلا سالری از این همچنان 30,000 باشه این هم سیف کنیم اینال دیتابیس ما کریت شد در خود دیتابیس ما یک تیبل جور کردیم به نام تیچر اینال ما میایم به خود کدای PHP اول میایم اموجا ما شما یک فایل ساخته بودیم به نام کرود در خود زم در htdocs به نام کرود اینال امیجا ما یک فایل چی را میاریم فایل بوتسترپ میاریم اینجا ما کپی گرفتم فایل بوتسترپ به خاطر میاریم اینجا که تیبل و چیزای ما و شما را یک ذره خوب منظم نشان بده بوتسترپ اینجا ما یک فایل جور میکنیم نامش میمونیم teacher list پسوندش هم باید PHP باشه .php اینال این تیچر شد از تیچر هم اول باید ما شما یک کنکشن با PHP کنیم به خاطر که کنکشن با دیتابیس بسیار مهم است از تیچر کردن اول این کنکشن میمونیم connection.php ماندیم امیر رو اوپن میکنیم در داخل از این میایم میتونیم ما چی رقم بتونیم از طریق PHP با MySQL کانکت شویم اول سنتکس PHP را نوشته کنین این را بند کنین در داخل از این اینال کد PHP را نوشته کنین ما چند نوع میتونیم که با MySQL از طریق مختلف کاماند وصل شویم ما اینجا براتون بسیار طریقه ساده بسیار طریقه خوب بسیار طریقه سیمپل براتون نشان میدیم فقط یک وریبل از شما معرفی کنین یک وریبل به نام کان یعنی کنکشن مخفف شما ماندم در انمی کنکشن خودتان یک فانکشن است تا نام را کلیر کنین mysqli connect mysqli_connect یک فانکشن است در داخل از یک است 4 پارامتر است پارامتر اولش که است یعنی از کدام سرور ما استفاده میکنیم سرور ما فعلا به نام لوکال هاست است لوکال هاست دوم که است لوکال هاست که است نام داره اینال اینجا ما براتون نشان بدم یک اسکرین شاتش گرفتیم در اسکرین شات اینجا سرور ما میبینین لوکال هاست است بعد از لوکال هاست یوزرنیم داره یوزرنیمش در دیتابیس ما شما فعلا بای دیفالت روت است روت میمونیم اینجا دوم پارامترش به نام روت است پارامتر سومش که است خود انمی روت که است پسورد داره اینجا میبینین پسورد همین پسورد از شما میخواد اینال ما پسورد نداریم پسوردش بای دیفالت خالی است هیچ چیز نداره چهارم پارامترش که است نام دیتابیس است همین ما شما که دیتابیس کریت کردیم جور کردیم نام از اونمو است اگر ما شما بیایم انمی ما یک دیتابیس جور کردیم به نام کابل یونیورسیتی امیرا نام از این را نوشته میکنیم به نام کابل اندرسکور یونیورسیتی این را اگر غلط باشه باز اونجا کار نمیکنه اینال انمی کنکشن شد بسیار به طریقه ساده بسیار به طریقه سیمپل در یک لاین ما تمام کدا را براتون نوشته کردیم در یک لاین کنکشن ما شما خلاص شد اینال اینجا میایم در اینجا در خود فولدر این فولدر را دیگه کلوز میکنیم عکس هم کلوز میکنیم در خود همین فولدر که جور کردیم به نام کرود اینجا یک دانه لیست دیگر را جور میکنیم به نام تیچر لیست یک فایل دیگر جور میکنیم به نام تیچر اندرسکور لیست پسوندش هم باید .php باشه PHP اینال در این لیست ما شما باید خود دیتا ما شما را که در دیتابیس ذخیره است او را باید چی کنیم بر ما شما نشان داده شود همین خود لیست در خود لیست اول ما شما ضرورت داریم یک سینتکس HTML سینتکس HTML خود شما میاد دارین که با این رقم سینتکس HTML نوشته میشه فعلا نمی UTF-8 و
تایتل و چیزای شما کار نداریم. در خود هید یک چیز ما شما ضرورت داریم، کار داریم که به نام لینک است. لینک ریلیشنشیپ داره، به نام استایل شیت و href داره. ما برشان میگم که همین فایل های بوتسترپ ما را اینجا کانکت کنین. فایل بوتسترپ ما در اینمی فولدر است به نام bootstrap.main.css. برشان میگم که یک فایل است به نام bootstrap.main.css. با اینمی بعد کانکت شوین. اینال میایم اینجا میایم امی فایل اوپن میکنیم، نوشته میکنیم لوکال هاست. از لوکال هاست یک فولدر داریم به نام کرود. در داخل کرود که رفتین میبینین ما و شما انمی را جور کردیم، یک کانکشن جور کردیم، یک تیچر لیست جور کردیم. خود تیچر لیست را کلیک میکنیم، میبینین در تیچر لیست فعلا هیچ چیز وجود نداره. میایم فعلا همینجا یک نوشته میکنیم تگ اچیاکا. در تگ اچیاک نوشته میکنیم this is teacher list section. This is teacher list section. خلاص این را اگر سعی کنیم سیو کنیم، اینا را اگر اینجا بیایم رفرش کنیم، بعد اون را بر ما نشان داده شود. میبینید به این شکل بر ما نشان میده. اینا چیزایش از طریق بوتسترپ این را یک ذره دیزاین میتیم. برشان میگیم که یک کلاس برش معرفی میکنیم. کلاس در خود کلاس کدای بوتسترپ نوشته میکنیم که بر ما همین تکست در سنتر نوشته کنه، تکست در سنتر نوشته کنه. سیو میکنیم، میبینیم که سنتر میاره یا نه. اینا در سنتر آورد. میگم که الرتش هم یک بک‌گراند هم داشته باشه. الرت هم داشته باشه. الرت به نام دنجر. سیو میکنیم. اینجا اگر بیایم رفرش کنیم، بعد اونمو را بر ما شما نشان داده شود. اینا دنجر نوشته میکنین، هر چی نوشته میکنین میتونین شما. اینا این چیزا را که خلاص شد، ما شما اینا را یک لیست ضرورت داریم. لیست بر ما شما کار است، به خاطر که هم دیتای ما شما را دیده بتونیم توسط از اون. یک تیبل جور میکنیم. تیبل در داخل تیبل هید ضرورت داریم. تیبل هید در داخل تیبل هید یک رو ضرورت داریم. رو تیبل رو را که نوشته کردیم در داخل تیبل رو اینال ما تیبل هید ضرورت داریم که همون دیتای ما شما را در تیبل نشان داده شود. تیبل هید. در این اول ما شما باید لیست داریم. اینجا اگر سعی کنین در تیچر آیدی داریم. بعد اول آیدی ما شما را در خود وبسایت نشان داده شود. اینجا برشان میگیم که بر ما نشان داده شود آیدی. بعد از این بعد بر ما شما نشان داده شود فرست نیم. فرست نیم. کپی از این را میگیریم، پست میکنیم. لاست نیمش هم بر ما ضرورت است. لاست نیم. کنترل سی کنترل وی. اوجا چقدر چیزا که شما دارین امر کلش نوشته کنین. نال در دیتابیس بیاین فرست نیم نوشته کردیم، لاست نیم نوشته کردیم، فون میگیریم. فون نوشته میکنیم که یک چیز دیگه بر ما ضرورت است به نام فون. کپی پست و نام دیگهش به نام جندر است. جندر. کنترل سی کنترل وی دیگه سالاری یعنی ماشه. این اگر پس کنیم اینال تا اینجا خلاص شد، میایم در خود اینجا اگر سعی کنیم تیبل ما شما را به این شکل نشان داده میشه. اینال از طریق بوتسترپ را یک ذره منظم میکنیم. میایم در خود تیبل یک کلاس معرفی میکنیم. کلاس به نام تیبل. تیبل سیو میکنیم. اگر بیایم اینال این را رفرش کنیم به نام تیبل تبدیل شد. اینال این را یک ذره چیزم میگیریم. میایم اینجا برشان میگیم که خودش یک ذره چیز باشه، تیبلش یک ذره استریپ باشه. استریپ
رفرش. اینال یک ذره تغییرات میاد. بعد از این اینال ما و شما اما دیتای ما و شما که در داخل دیتابیس است او را چه رقم بیاریم در اینجا چه رقم نشان بدیم. اینال اینجا تیبل بادی کار داریم. بعد از تیبل بادی تیبل رو کار داریم. بعد از تیبل رو تیبل دیتا کار داریم. در خود تیبل دیتا اینال میایم مثلا آیدی از او چند است؟ یک است فعلا. اگر یک باشه هر چی باشه او را بعد بر ما و شما نشان داده شود. میایم ایرا رفرش میکنیم. مثلا به این شکل بر ما و شما از طریق دیتابیس بر ما و شما نشان داده شود. ایمیل و چیزایش کلش بر ما و شما نشان داده شود. میایم اینجا اینال میگیریم کدای PHP را اینال شروع میکنیم. کدای PHP را که شما شروع میکنین از خود سینتکس و HTML بالا نوشته کنین. اول ما میایم سینتکس PHP را نوشته میکنیم پس بسته میکنیم. همینجا برشان میگیم که ما را با دیتابیس کانکت کو. نوشته کنین انکلود کنین ما را با چی؟ اوجا یک فایل است. فایل اسای کنین شما به نام connection.php است. امی را شما در دبل کدشن نوشته کنین به نام connection.php. سیمیکالن هم همینجا نوشته کنین. اینال ما با دیتابیس فعلا کانکت شدیم. خب بر ما شما فعلا نشان داده نمیشه به خاطر که کدای PHP مانده. اینال میایم از اینجا به طرف پایین ایرا سینتکس از را پایین میکنیم. خود کدای PHP را نوشته میکنیم. یعنی او دیتا را بر ما بتین که از طریق در تیبل تیچر است. در یک وریبل ذخیره میکنیم. وریبلش هم میمونیم به نام تیچر. در این وریبل ذخیره میکنیم mysqli underscore query. یک فانکشن یا متد PHP است. این بسیار مهم است که دو تا پارامتر داره. یک پارامترش که است کانکشن با دیتابیس است. ما او کانکشن در خود کانکشن معرفی کرده بودیم به نام کان. دوم پارامترش query mysql است. حالا ما برش میگیم که از اینمی تیبل به نام تیچر که است تمام دیتای از را بر ما بتن. اینجا برشان میگیم که سلکت کنه تمامش سلکت کو استایرک فرام تیچر. تیچر یک تیبل است. اینال تمام دیتا را بر ما شما سلکت میکنه. میبینین اینجا تیبل ما شما به نام تیچر است. اینال کلش بر ما شو میکنه. اینال سعی کنین این را باید پیچسک کنین. در یک وریبل دیگر نوشته میکنیم $روی اندرسکور تیچر. این را به خاطر نوشته میکنیم که اینال دای کیوری بر ما اونمو دیتای اول میده. فقط اینمی را میده. بعد از او هر چقدر دیتا که باشه او را بر ما نمیده. از طریق اینمی کیوری که حال ما نوشته میکنیم تمام دیتا را شما میتونین بگیرین. $روی اندرسکور تیچر در این شما نوشته میکنین که mysqli underscore query mysqli underscore fetch underscore assoc. این یک فانکشن است. بر ما اینجا دینی تیبل دینی کیوری که هر چیز است او را بر ما در اینجا نشان بدین. در وریبل تیچر هر چیز که است بر ما اینجا شو کنین. اینال سعی کنین با جای فچ اسوک شما میتونین ارم نوشته کنین. هیچ فرق نداره. یک گپ داره. خب شما اینال فچ اسوک نوشته کنین. اینجا کدای PHP ما شما خلاص شد دیگه. فقط چی میکنیم اینال؟ میایم در خود دیتابیس در خود اینمی تیبل. در تیبل عمود آیدی که هست به شکل دینامیک باید بر ما شو شود. اینال اینجا ما نوشته میکنیم سوالیه PHP اکو کنه بر ما وریبل به نام $روی تیچر. $روی تیچر خب میبینین اینجا ما جور کردیم. $روی تیچر. در داخل از این یک ارستا میایم دی شکل اره میتیم. اینال در اینجا خود نام کالم شما باید بدین. نام کالم نام اینمی کالم هم میبینین teacher underscore id. نام کالم به نام teacher underscore id است. اینمی را باید شما بدین اینجا و بسته کنین. اینال اگر بیایم اینجا و نمو آیدی بعد به شکل دینامیک بر ما بیاید. اینا به شکل دینامیک آمد. اینال به جای آیدی ما نوشته میکنیم فرست نیم. فقط از اینمی دیگه کپی بگیرین.
کنترل سی کنترل وی. با جای تیچر آیدی نوشته میکنیم فرست اندرسکور نیم. سیو میکنیم، میایم اینجا رفرش میکنیم. رفرش. بعد بر ما نام اولش به احمد. این احمد بر ما و شما آمد. آیدیش اینه. بر شما معلوم نمیشه؟ اینه. آیدیش یک است و همچنان نامش احمد است. اینا اینجا یک طریقه ساده ما براتون نشان میدیم. بجای انمی echo.php بجای انمی فقط شما یک مساوی نوشته کنین، از تمام همین چیز خلاص میشین. به خاطر مساوی به خاطر است که در همین سینتکس PHP ما اکو میکنیم، همین چیز نشان میدیم. اینا هیچ فرق نمیکنه. همین رقم نوشته کنین که کدای شما ساده باشه. اینا کنترل سی. اول تیچر آیدی داریم، دوم فرست نیم داریم، از یک کپی میگیریم کنترل سی کنترل وی. فقط بجای فرست نیم اینو میجا لاست نیم نوشته کنین. لاست اندرسکور نیم. کنترل سی کنترل وی. بجای لاست نیم اینو چی نوشته کنیم؟ بعد از لاست نیم چی داشتیم در دیتابیس؟ در دیتابیس داشتیم فون. اینو در اینجا فون نوشته کنین. کنترل سی کنترل وی. بجای فون چی داشت؟ اینو بعد از چی داشتیم؟ جندر داشتیم. جندر. کنترل سی کنترل وی. بعد از سالاری داشتیم. سالاری. سیو میکنیم. اینو اگر در چیز ما بیایم در وبسایت ما ایره رفرش کنیم، تمام دیتایی که مربوط احمد میشه و را کلش آورد، نمبرش هم آورد، دیگه جندرش هم آورد. میبینین جندرش از صفر آورد. اینال ما شرط میدیم، ما میگم وقتی که جندرش صفر بود بر ما میل ایکو کنه، اگر یک بود بر ما فیمیل ایکو کنه. میایم در اینجا میبینین این جندر است. در جندر میایم خودش PHP میگیریم و شرط میمانیم. اینال سعی کنین if شرط است. اینال اگر اینمی جندر ما مساوی بود با صفر، مساوی بود با صفر، بر ما شما باید چی اکو کنه؟ بعد بر ما شما میل اکو کنه. میل سیمی کلم. در غیر اون صورت بر ما شما چی اکو کنه؟ else. در غیر آن صورت باید بر ما شما اکو کنه، نشان بده فیمیل. میل سیمی کلم فاصله. صحیح شد. اینال اینی شرط ما شد. سعی کنید اینال او به شکل دینامیک میاد. به شکل دینامیک همینجا به جای صفر یا چی میل ذخیره میشه. رفرش. به جای صفر میل ذخیره شد. اونجا در دیتابیس در اصل ما صفر ذخیره کردیم، اینجا بر ما میل و فیمیل ذخیره میشه. اینال امیر میخوایم که تمام دیتا چقدر که در دیتابیس هست رو مکمل بر ما شو شود، نشان بده. فقط شما اینال چی میکنین؟ امی جمعین اینمی خود شرط امی خود دلار رو را در یک لوپ قرار میکنین. سوالیا PHP بر ما دو کنه، یعنی انجام بده. امی شرط اینجا اوپن میکنیم تا به اینجا بر ما امی را دو کنه. سوالیا PHP را پس شروع میکنیم، PHP همچنان بسته میکنیم. اینال امو شرط اینجا شروع شده، امیجا پس بند میکنیم، پس بسته کردیم. اینال میگیم while تا زمانی که چی باشه دلار روی ماسکل انمی را بعد شما نوشته کنین، انمی کیوری را بعد شما نوشته کنین. چی رقم نوشته کنین که تا زمانی که دلار روی تیچر ما مساوی باشد با mysqli اندرسکور فیچرسوک. در داخل از او یک دانه وریبل داشتیم به نام تیچر. امیره تا زمانی که دای هر چیزی بود، هر چقدر تا دای بود او را مکمل بر ما شو کنه، بر ما نشان بده. اینا رو میایم اینجا میایم اینا رو اگر رفرش کنیم به شکل دینامیک چی که دیتا که ما در دیتابیس داریم او را بر ما شو کنه. بعد رفرش اینا سعی کنین چقدر دیتا که در دیتابیس ما داریم او را مکمل بر ما شو میکنه. یک ذره براتون چیز کنیم، نزدیک کنیم. میبینین به شکل دینامیک شده. ناله چقدر دیتا که اوجا باشه میتونیم ما ببینیم. اینال در اینجا ما کار شوی ماش خلاص شد. کریتا جور کردیم، ریدا عمله ریدا خلاص شد از ما شما. اینال ما چی رقم بتونیم از خود PHP دیتا را دلیت کنیم، یعنی از خود ماسکل با طریقه با واسطه PHP چی رقم دیتا را دلیت کنیم.
میایم در خود لیست اینجا یک اکشن میتیم که یا دیلیت کنه یا اپدیت کنه. در لیست بیاین لیست سعی کنین در خود لیست از این اینجا با پایین از سالاری با پایین کنترل سی کنترل وی یک کپی میگیریم. اینجا برشان میگیم که بر ما یک اکشن هم باشه داشته باشه. اکشن سعی کنین اکشن دیگه چیز نمیکنه، فقط همینجا یک کلم نه اضافه کرد. اینال میایم در خود اکشن اینجا میایم اینجا یک رو را باید اضافه کنیم. از اینمی کپی بگیریم، کپی نمیکنیم، اینجا نوشته میکنیم تیبل رو نه تیبل دیتا. در داخل تیبل دیتا ما نوشته میکنیم که یکش مثلا باشه دیلیت، سیو کنیم. اینجا بیایم رفرش میبینیم به شکل دینامیک کلش هم یا دیلیت. این حالا این کدام عملیه کار نمیکنه، کدام کار بر ما شما انجام نمیده. این حالا ما میخوایم که این بر ما شما کدام کار انجام کنه، اجرا کنه. اینجا میایم خود از این را در یک لینک میگیریم، در یک لینک میگیریم به نام ا. دمپ ځکه ټول راغله چې دمپ یو شرط کې نیولې دي، درې ور هغه ټول تکرار شولې. دغه وینې په درې ولې دا مکمل تکرار شولې، څومره چې دغه ډیټا موږ ته لري په ټولو روګانو کې تکراریږي، ځکه دا موږ په شکل د ډاینامیک راوستله. اوس دغلته زه ورته لیکم، اینجا نوشته میکنیم که ما را ببره به یک لیست، یک فایل دیگه جور میکنیم که به اوجا ما را ببره به نام teacher underscore delete .php. این فایل تا بعد جور نکردیم، امیال میریم جور میکنیم .php. اموجا ما را ببره. خلاص اینه میرم میگیریم کنترل X میکنیم، در داخل از این میمانیم که به شکل یک لینک شوه. سیو اینا رو سعی کنیم. اینجا اگر رفرش کنیم اینه میره به شکل یک لینک تبدیل میشه. رفرش میبینید به شکل یک لینک تبدیل شد. اینا تیچر چی خو ما نداریم، تیچر دیلیت خو نداریم، تیچر دیلیت دات پی اچ پی. اگر سرش کلیک کنیم میگه او فایلی که شما میخواستین، اون صفحه که شما میخواستین جور کنین اجرا کنین، او نیست فعلا. اینال خود ما و شما میایم اینجا امو فایل جور میکنیم، اینجا جور میکنیم، فقط نوشته میکنیم یک فایل دیگر را به نام teacher underscore delete .php. پسوند دیگه ایشه اوسو میکنیم teacher underscore delete .php. اینال امو فایل که ما میخواستیم اینال دیجا وجود داره. فعلا هیچ چیز نداره. ما برشان میگیم که بر ما اینجا یک سینتکس PHP را جور کنم. دی بسیار کد ساده و آسان است. اینال شما خود سعی کردین که لیست فقط همین کد میخواست، خلاص فقط همین دو لاین کد میخواست. خود دیلیت هم کم لاین کد میخواد. در خود تیچر لیست میایم، ما برشان میگیم وقتی که آمدن اینجا ما اینجا اگر سعی کنیم اینجا ما میخوایم امی علی را دیلیت کنیم. علی را اگر دیلیت کنیم بعد آیدی از این را ببره که امی آیدی را باید امی نفر را دیلیت کنه. اینطور نباشه که ما علی را میخوایم دیلیت کنیم بجای علی احمد دیلیت کنه یا لیلا دیلیت کنه، امی رقم نشوه. اینال فقط امی شما یک کار میکنین، میاین در خود امی فایل لیست همینجا برشان میگم یک پارامتر میدین. پارامتر بعد توسط سوالیه نشان داده میشه. میگن که بر ما تیچر آیدی را اوجا ببرین، بر ما ببرین تیچر اندرسکور آیدی. تیچر آیدی باید چی باشه؟ مساوی باشه به شکل دینامیک میره میگیریم. دلار روی چی را بگیریم اینجا؟ دلار روی اکو بعد اینال اینجا کد پی اچ پی را اوپن میکنیم. کد پی اچ پی سوالیه مساوی پس تا کنیم. اینال بر ما اینجا دلار روی تیچر بر ما نشان بده. در دلار روی تیچر آیدی را باید بر ما شما اوجا نشان بده. تیچر اندرسکور آیدی. خلاص همین کد بود. سیو شد. اینال اگر بیایم همینجا رفرش کنیم میبینین آیدی از این که هست تک فعلا 2 است. شما اینجا سعی کنین، اینجا براتون معلوم میشه آیدی از این که هست تک به شکل دینامیک 2 است. اینجا اگر بیایم به شکل دینامیک میگه 3، اینا میگه به شکل دینامیک 2. اینال ما میتونیم توسط از این دیتا را دیلیت کنیم. کار ما شما دیگه خلاص شد. با اینجا فقط میایم با تیچر دیلیت. دمیجا میگیم اونمو آیدی که هست تک اینجا
اینجا ما شما یک آیدی داریم، مثلا آیدی از هست 2. این را به شکل دینامیک اینجا میاره را میبینین. فعلا در او صفحه چیز نیست، به شکل دینامیک از طریق متد گیت بر ما امی آیدی را در یورل آورد. اینا از یورل ما میگیریم دیلیت میکنیم. فقط شما اینجا میاین در خود تیچر دیلیت برشان امو را میگیرین. ما برشان میگیم که یک وریبل است به نام $_get. یک وریبل است، در داخل از این یک آیدی داریم. نام پارامتر از این که است به نام teacher_id است. teacher_id این را خب میفهمین. این را به خاطر نوشته کردیم که انمی متد اینجا که وقتی ما کلیک کنیم سرش انمی را ما گرفتیم teacher_id. این را از طریق متد گت بر ما و شما میآید. همین را به خاطر این نوشته میکنیم. این را در یک وریبل هم ذخیره میکنیم. یک وریبل نام خود هر چی باشه گپ نیست، مشکل نیست. من میگم که خود همین را به نام teacher_id باشد. teacher_id در این چیز کنیم، ذخیره کنیم همین آیدی را. این سعی کنیم ما این را ایکو میکنیم که همون آیدی را بر ما نشان میده یا نه. ایکو کنه بر ما وریبل به نام teacher_id. سعی کنین اگر اینجا ما بیایم رفرش کنیم بعد همیجا باید امو آیدی را بر ما شما نشان بده. اینا میبینین آیدی 2 را بر ما نشان داد. اگر آیدی 3 را ما نفر 3 را دیلیت کنیم آیدی 3 را بر ما نشان میده. اینا یک کار کرد. فقط میخوایم دیگه دیلیت کنیم. خلاص. این را اوسو میکنیم به خاطر امتحان بود. اینا اینجا کیوری ما اسکیل کار داریم ما شما. یک کانکشن هم ضرورت است اینجا. خب کانکشن به خاطر ضرورت است که از مشکل به خاطر که از مشکل دیتا را دیلیت میکنیم. بر ما انکلود کنه یک فایل به نام connection.php. بس این انکلود شد، خلاص شد. در داخل از این کوری ما اسکیل نوشته میکنیم. mysqli_query. این کوری که است در کل جای یک رقم است، یعنی فانکشن است دیگه. این 2 تا پارامتر داشت. یکش به نام کانکشن بود که با ما اسکیل کانکت شویم، دیگه ش کوری ما اسکیل است. اینا برش میگیم که او دیتا را بر ما دیلیت کنه که آیدیش مثلا 2 باشه. یعنی دیتا را بر ما دیلیت کنه از دیتابیس. میگیم که دیلیت کنه delete from کدام تیبل؟ delete from تیبل teacher. اینا شرط میمونم همینجا where teacher ID شه teacher_id شه باید مساوی باشه با او آیدی که از طریق متد گیت بر ما شما اینجا آمد. اینا همین خود وریبل که ذخیره کنین همون آیدی را اینجا بر ما شما نوشته میکنه که آیدی شه به نام teacher_id باشه. این می آیدی را ما اینجا گرفتم، خلاص. اینا سیمی کالم میتیم، خلاص. خود همین کل کوری را در یک وریبل دیگه ذخیره میکنیم به خاطر که اگر این کار شد ما را پس ببردم تیبل لیست تیچر لیست. اگر نشد یک ایرور بر ما نشان بدین. در یک وریبل ذخیره میکنیم، وریبل به نام ریزالت میمونیم. ریزالت یعنی نتیجه. در این ذخیره میکنیم. اینا میگیم شرط میمونیم اگر همین خود وریبل ریزالت که ما نوشته کردیم اگر این کار کرد صحیح شد، اینا ما را هیدر لوکیشن کنه. هیدر لوکیشن که است خودش یک تا فانکشن است که توسط از ما یک لینک جور میکنیم که از یک صفحه به دیگه صفحه ما شما را ببره. هیدر لوکیشن کنه ما را با کجا؟ اینا در teacher_delete.php است، ما را پس ببره در teacher_list.php جا ما را باید ببره. خود امی فایل نام امی فایل نوشته کنین teacher_list.php. خلاص. یک پارامتر هم بتین که اوجا معلوم شود که دیلیت شد یا نه. شما اینجا نوشته کنین که دیلیت مساوی بود با successful. خلاص. اینمی کوری دیلیت بود. بسیار به شکل منظم، بسیار به شکل ساده. اینا رو میایم اینجا میگیریم، دیتا را دیلیت میکنیم که دیلیت میشه یا نه. خود نمبر 2 را دیلیت میکنیم، علی را دیلیت شد، رفت. اینا گفت که دیلیت سکسسفول بود. اینا اگر بیایم در خود دیتابیس ما شما که از اینجا سعی کنیم که دیلیت شده یا نه، اینا اینجا رفرش نکردیم. سعی کنیم ما رفرش کنیم.
رفرش کردیم اون رفت خلاص شد. بیایم یک دیگر هم دلیت کنیم. خب خلاص دیگه کلش هم مکمل دلیت میشه. ایناله ما شما عملیه دلیت خلاص کردیم، عملیه رید خلاص کردیم. ایناله یک عملیه دیگه است به نام انزرت تجربه میکنیم یا کریت. انزرت یا کریت. میایم در خود فایل کرود. اینجا یک فایل دیگه ضرورت است بر ما شما که تیچر را توسط از او اد کنیم. teacher underscore add dot php. صحیح شد؟ فقط همین قدر. اینا سعی کنین ما نمایش بسیار منظم براتون جور کردیم که شما وقتی که پروژه جور میکنین همین رقم که جور کنین باز بسیار خوبش میاد. اشتباه نکنین. سعی کنین یک تیچر اد شد یعنی توسط از این ما تیچر را اد میکنیم. تیچر دلیت شد توسط از این ما تیچر را دلیت میکنیم. تیچر لیست شد توسط از این تمام دیتای تیچر را ما شما میبینیم. ایناله در تیچر اد ما میایم یک سینتکس خود HTML نوشته میکنیم. خود لینک چی را میتیم؟ لینک بوتسترپ. همینجا یک لینک است به نام بوتسترپ rap.main.css. این لینک به خاطر چی میتیم؟ گوره در لینک پس خاطر مانه ورکه و در سیف کم. این اول ما در کامنت میگیریم. در کامنت گرفتیم از طریق کامنت HTML. اینال اگر ما شما اینجا بیایم در teacher underscore add.php. فعلا همین صفحه را جور کردیم. در داخل از این هیچ چیز دیتا نیست. ما اینجا یک فرم جور میکنیم. فرم به خاطر ما شما زیاد مهم است که توسط از او چه رقم دیتا را به دیتابیس انتقال کنیم. فرم اکشنش در همین صفحه است. اکشنش رو میکنیم. یک متدش بر ما شما خیلی ضروری است. متدش مساوی است با متدش چی بگیریم؟ پست بگیریم یا گت؟ پست بگیریم. آفرین. پست به خاطر بگیریم که دیتای ما شما مهم است. متدش پست گرفتیم. در داخل این یک لیبل جور میکنیم. لیبل همچنان در اینجا نوشته میکنیم که مثلا first name. بعد از او یک input type جور میکنیم که توسط از او first name یک تیچر جور چیز کنیم نوشته کنیم که در دیتابیس باز ذخیره شود. یک تگ input هم کار دارم. تگ input type داره. تایپش چی میگیریم؟ تکست میگیریم. تکست به خاطر از او که در داخل از او ما تکست نوشته میکنیم. اینال شما سعی کنید امیجا نام خیلی مهم است. ضروری تایپش تکست میمانیم. اینال نام از این تایپ اینپوت تایپ بسیار مهم است. نیمش میمانیم. خود نیمی که در دیتابیس است همون را میمانیم سرش به خاطر که بسیار مهم است. تایپش میمانیم first name یعنی دای نام اولش ذخیره میکنیم از استاد. first underscore name. این میره شما همین رقم استاندارد نوشته کنین باز بسیار خوبش میاد. خلاص اینال ای جور شد. کپی از این چیز میکنیم. سیو میکنیم. یک کلاس هم خب این را سیو میکنیم. میایم در اینجا اگر اینجا رفرش کنیم یک تیبل بر ما جور شد. میبینین بسیار تیبل ساده است. اولین که PHP بوتسترپ ما که دادم به خاطر دادم که همی اینپوت تایپ ما شما را بسیار به شکل منظم از طریق بوتسترپ بر ما شما جور شود. اینو سعی کنین. اینجا لینکش ما پس جور میکنیم. فقط همینجا از طریق بوتسترپ برشان یک کلاس تعیین میکنیم. کلاس برشان تعیین میکنیم. برشان میگیم که اینمی اینپوت گروپ است. نه اینپوت گروپ نیست. چی است؟ فرم کنترل است. داش کنترل. سیو میکنیم. اینال اگر سعی کنین امی فرم بسیار به شکل منظم آمد. میبینین خودش یک باردار هم گرفت. یک دیزاین هم گرفت. اینال ایرم شما میتونین خردم کنین کم کنین. فقط همینجا در خود فرم یک کلاس میتیم. کلاس که همی فرم که هست باید نصف شود. در نصف صفحه برمون نشان داده شود. یعنی کالم نشان ما میگیریم.
میدیم MD و همچنان 6 کالم میگیریم. اینو اگر سیف کنیم اینجا بیایم رفرش 6 کالم نامد. شما میتونید ایرا در خود موبایل هم بیارین، سنتر بیارین. فقط همینجا برشان میگیم که چیز کنین تکست از ایرا چی شوه باید سنتر شوه. سیف نه سنتر باید نشوه، تکست از ایرا سنتر آوردیم. تکست از ایرا باید سنتر نبیاید، خود همین فرم باید در سنتر بیاید. برشان میگیم که آفستش باید در سنتر بیاید. دو اینال دو آمد. دو را ما چی رقم کردیم اینجا؟ برشان گفتم تمام بوتسترپ که هست که همین ساحه براوزر را به 12 حصه تقسیم میکنه. ما گفتم که ایرا نصف کو 6 حصه کو. اینال در 6 حصه گفتم که 3 حصه شه ایسوبان 3 شه ایسوبان. اینال اینجا بعد برشان بگیم که 3 حصه 3 حصه که شوه مکمل همی فرم موش ما را در نصف میآید. رفرش میبینین در نصف آمد. فرست نام نمیشته کردیم. اینال فقط از اینمی کپی میگیریم. کنترل سی کنترل وی کنترل وی کنترل وی. میبینین یک فرست نیم داشتیم در دیتابیس اینجا سعی کنین. یک ما فرست نیم داریم، لاست نیم داریم، فون داریم، جندر و سالاری. همین ما باید ذخیره کنیم. فرست نیم، لاست نیم، نام از این باید اینجا نوشته کنیم. اینجا بسیار مهم است. نام از این از هر چی که مهم است. لاست نیم. بعد از لاست نیم چی داشتیم؟ فون داشتیم. خود نام از این باید فون نوشته کنیم. جندر داشتیم. آفرین. جندر. اینجا باید جندر نوشته شود. جندر. یک کپی دیگر هم میگیریم به خاطر سالاری. کنترل سی نو کنترل اکس کردیم. کنترل سی کنترل وی. به خاطر جندر به جای جندر سالاری نوشته میکنیم. سالاری. اینجا هم سالاری نوشته میکنیم. سالاری. خلاص. اینال اگر بیایم فرم ما شما را سعی کنیم با این شکل می آید. فرست نیم است، لاست نیم است، فون است، سالاری است. یک بطن ما شما ضرورت داریم که توسط از او ما سابمیت کنیم. می آییم اینجا نوشته میکنیم که یک تایپ اینپوت دیگه ما کار داریم که تایپ از این بطن باشه، یعنی سابمیت باشه. سابمیت باشه. و نیم نداره، نیم هم داره، نیمش هم نوشته میکنیم. نیم از این باید سابمیت باشه. سابمیت. همچنان والیو داره. والیوش اوجا بر ما شما نشان داده میشه. والیوش باید بگیریم رجیستر. رجیستر. اینال بعد از این چی داریم؟ یک کلاس هم برایشان معرفی کنیم که از طریق بوتسترپ یک ذره خوبش نشان داده شود. سعی کنین اگر از طریق بوتسترپ ما چیز نکنیم، جور نکنیم، بازی رقم بر ما نشان داده میشه. میبینیم بسیار ساده. برشان میگیم از طریق بوتسترپ که این یک BTN است، یک بطن است. BTN چیز باشه، سکسس باشه. سکسس. اینال اگر اینجا رفرش کنیم میبینیم یک ذره خوبش شد. اینال میتونین از طریق بالا فاصله هم بتین شما. فقط همینجا برش بگوین که مارجین بتین از طریق تاپ چند باشه؟ 5 بسیار زیاد مارجین از فاصله است. او دای بوتسترپ کرده مکمل. سعی کنین 5 فاصله گرفت زیاد. 3 میتونین، هر چقدر میتونین. اینال ما میخوایم امیر مکمل باشه. این بطن بسیار کلان باشه. فقط همینجا دبلیو نوشته کنین. از دبلیو مطلب ما شما چی است؟ دبلیو مطلب ما شما واحد است. دبلیو را داش 100 کنین. 100 که کنین مکمل بطن ما شما مکمل کلان میشه. این قدر میشه. میبینین؟ اینال ما شما باید اینجا نام و چیزا را نوشته کنیم. این را باید به دیتابیس ذخیره شود. کد PHP را اینال ما شما ذخیره چیز میکنیم، نوشته میکنیم. اینال کار نمیکنه نه؟ میایم در فرم اینجا را کلش خلاص شد. در این صفحه teacher underscore add.php میایم اینجا. کدای PHP را ما گفته بودیم که از کدای HTML بالا نوشته میکنیم همیشه. این سینتکس PHP است. در اینجا بعد اول ما شما چیز ضرورت داریم؟ خود کانکشن با دیتابیس. بر ما انکلود کنه
یک فایل به نام connection.php. امو فایل بر ما شما باید ایجا بیاره. اینمی فایل connection.php. ایره که بر ما شما آورد سمیکولن میدیم. اینال ما میگیم که چی کنه وقتی که امی فرم پر شده بود دی کدام دیتا نوشته شده بود ایره بر ما باید دیتابیس ما شما باید ذخیره شود. میگیم if یک شرط میمونیم is set بود، یعنی اگر در فرم کدام چیز کدام ولیو بود، اگر if is set بود از طریق متد پست. متد پست چرا اینجا نوشته کردم؟ به خاطر که نام خود امی متد پست نوشته کردیم، به خاطر او پست نوشته میکنیم. اگر از طریق متد پست یک نام بود اوجا به نام سابمیت اینا رو دیگه سعی کنید اینجا نام سابمیت است یا نه این هست، نمیش سابمیت است. اگر سری کلیک شده بود یعنی سری کلیک شده بود بر ما انمی کار را انجام بدین. انمی جا ما یک قوس میتیم، قوس بسیار ضروری است، این قوس شما باید نوشته کنین. اینا رو ما فرست نیم هم میگیریم، لاست نیم هم میگیریم، کلش هم میگیریم، دیوریبلز هم میکنیم. از طریق متد پست باید بر ما امو فرست نیم نشان بدین. یعنی میره ما کپی میکنیم، اینو میره کنترل سی فقط اینجا پیست کنیم، کنترل وی. دیکوریبل هم ذخیره میکنیم. سعی کنیم دیکوریبل به نام فرست نیم، نام از اینم کپی میگیریم اینجا فرست نیم، بس مساوی شد. اینا دایی هر دیتا که باشه از طریق متد پست میاد دمی وریبل ذخیره میشه. اینا از اینمی کپی میگیریم، سعی کنیم کنترل سی کنترل وی، با جای فرست نیم لاست نیم نوشته میکنیم، لاست اندرسکور نیم. اینا کپی میگیریم با جای جم لاست نیم نوشته میکنیم، کنترل سی کنترل وی. با جای لاست نیم دیگه چی نوشته کنیم؟ بعد از اون در دیتابیس چی داریم؟ با جای لاست نیم فون داریم دیگه، فون نوشته میکنیم، کنترل دی کنترل سی امیجا بعد فون نوشته میکنیم. به خاطر که نام امی فرما را کلش منظم جور کنیم. میبینین بعد از اون جندر است، کنترل سی کنترل وی، جندر کنترل دی کنترل سی امیجا کنترل وی میکنیم. فقط امی رقم کنیم بسیار ساده. دیگه سالاری است نه، سالاری کنترل سی کنترل وی. اینا سعی کنین وقتی که هر استیتمنت شما خلاص کردین توسط سیمیکولن شما او را باید بسته کنین. اگر بسته نکنین باز ارر میگیره. سیمیکولن از یادتان نره. اینا آیدی را میگیریم. اینا آیدی و چیزایش بعد از کار میکنیم. فقط اینا ما برشان میگیم که بر ما ایکو کنه. سعی کنین بر ما اینا نشان میده. بر ما نشان بدین فرست نیم، دیوریبل فرست نیم که هر چیز ذخیره شده بود اما را بر ما نشان بدین فعلا، به خاطر که شما ببینید که نشان میده یا نه. فقط دمی ما نوشته میکنیم، دمی ما نوشته میکنیم، مثلا نوشته میکنیم سرور اینجا اگر کلیک کنیم بعد اونجا بر ما سرور نشان بده. اینا سعی کنین ارر نشان داد. ارر میبینین میگه امی فایل که شما نوشته کردین به نام connection.php میگه نیست، حتما نام از را غلط کردیم. اینجا یک ای از پیشمان مانده. میبینین یعنی میتونه ارر شما شاید سر بخورین. میبینین اینجا یک ای مانده، connection.php است. سیو. اینا رو میایم رفرش میکنیم. میبینین اینجا سرور بر ما نشان داد. نوشته میکنیم تاریخ نوشته میکنیم، کلش به شکل دینامیک میاد. بر شما شاید معلوم نشه و اینجا معلوم میشه. بعد از این اینا خو کار کرد میایم با خود دیتابیس ثبت میکنیم. ایشه بر ما شما کار نیست. میایم دیکوریبل ذخیره میکنیم mysqli underscore query. میبینین همین کوری کلش یک رقم فانکشن داره. اول پارامترش کانکشن است، از دیتابیس با دیتابیس باید کانکت شود. دوم کوری است. اینا به زبان مایسکل ما برشان میگیم که دو تیبل دیتای ما را ذخیره کنین که نامش چی است؟ نامش اوجا چی است؟ نام تیبل آفرین تیچر است. insert into table teacher values
یعنی قیمت ها هر چی قیده ایجا ذخیره بود امور بر ما نشان بدین. قوس میتیم در داخل قوس ما و شما گفته بودیم که آیدی را اتومات باید بگیره. آیدی هر تیچر که هست اینا به شکل اتومات باید بگیره، ما باید برشان نتیم. آیدیش نل میگیریم، نل یعنی خودش بگیره. بعد از او شما اگر نامش سعی کنین، اگر شما استرینگ سیف میکنین، عدد حروف سیف میکنین، او را باید در سینگل کدیشن همیجا بگیرین. اگر نگیرین باز ارار میگیره. سینگل کدیشن بگیرین، خود وریبل فرست نیم، خود وریبل فرست نیم در سینگل کدیشن و توسط کاما جدا کنین. بعد از او ما چی داریم؟ در سینگل کدیشن میگیریم لاست نیم. آفرین. بعد از او ما چی داریم؟ فون داریم. در وریبل فون میگیریم. بعد از این چی داریم؟ جندر داریم. اینا سعی کنین فون به خاطر داخل استرینگ میگیریم که اینجا ما معرفی کنیم که فون که هست اگر اینجا در چیز بیایم در فون بیایم ایره ما کرکتر نوشته کنیم، خود انتجر نوشته نکنیم، به خاطر او در استرینگ میگیریم. اینا فون در استرینگ میگیریم. خود جندر که هست جندر را در استرینگ نمیگیریم، به خاطر که ما شما جندر را 0 و 1 ذخیره میکنیم. اونجا جندر را فقط در وریبل خود جندر میگیریم، هیچ سینگل کدیشن ندادیم. میبینین کاما آخرش چی است؟ سالری است. سالریش هم از طریق تینیونتی دادیم. اگر اینجا در دیتابیس شما سعی کنین میبینین سالری انتجر است، جندر تینیونتی است. این سینگل کدیشن کار نداره. اینال ای کار کرد سیف میکنیم. اینال در دیتابیس ما شما یک کار، در خود تیبل ما شما یک کار مانده. سعی کنین جندر داریم، جندر خب بعد ما شما اینجا نوشته نکنیم که میل و فیمیل. اینا بعد همون دو تا رادیو بتن باشه، از طریق او بعد ما کلیک کنیم. میایم دمی تیبل اینجا ما داریم جندر. اینا در خود جندر ما تایپ ازی را چنج میکنیم، به نام رادیو چنج میکنیم. رادیو سیو ریفرش. رادیو بتن شد. میبینین چقدر کلان. اینال دو تا رادیو بتن ما شما ضرورت داریم. جندر، از جندر به این طرف به پایین ایره در یک لیبل میگیریم. در خود لیبل در لیبل میگیریم، میگیم که میل است. اگر میل بود میل بر ما ایکو کنه، اگر فیمیل بود ما را فیمیل باید ایکو کنه. از این کپی میگیریم کنترل سی کنترل وی، فقط نام از این را فیمیل میگیریم. فیمیل. اینال نام از این را باید یکسان باشه. نامش میبینین باید یکسان باشه که یک دانش کلیک شوه، به خاطر او هر دویش همزمان کلیک نشوه. اگر نام از این چین شوه، یک جندر باشه یک دی باشه. اینال اگر شما اینجا سعی کنین رفرش میبینین ان ما میتونیم این را کلیک کنیم، ان میتونیم این را کلیک کنیم، هر دویشه ان جندر ان میل ان فیمیل. نام از این را باید یکسان باشه، جندر و جندر. رفرش. اینال شما نمیتونین که دو تایش کلیک کنین، یا باید این کلیک باشه یا باید این کلیک باشه. میبینین اینال باید یک کار دیگه هم داریم. فرم کنترل شوسو میکنیم که این بطن های ما شما را یک ذره خرد نشان داده شود. سیو. سعی کنین نال بر ما این رقم نشان داده میشه. رفرش. میبینین این میل است، این چیز است، میل است فیمیل است. صدرش بعد از آمده. یک چیز دیگه هم میتیم که همین فرم ما شما را یک ذره صحیح شود. بعد از اون اینجا تگ بی آر میتیم. تگ بی آر که اینجا یک ذره فایل ما شما را منظم شود. اینال بعد ما شما در میل کلیک کنیم، بعد امی خود رادیو بتن بر ما شما کلیک شود. میبینین اینال اینجا ما کلیک میکنیم، کلیک نمیشه. فقط شما چی میکنین؟ همین لیبل میل که هست که از اینجا کات میکنین، با اینجا پیست میکنین، از اینجا کات میکنین، با اینجا پیست میکنین. رفرش. خلاص اینو میخواد کار بود. اینال اگر سعی کنین سر میل هم اگر کلیک کنین، سر فیمیل یا میل کلیک کنین، اینا کلیک میشه.
اینال اینجا هم یک چیز میتیم که یک تگ بیار اینجا هم نوشته کنیم که صحیح نوشته. اینال این را ولیو میتیم. ولیو که از خیلی مهم است. اگر گفتیم اگر جندرش میل کلیک کرده بود میل دایی با چند ذخیره شود؟ 0 ذخیره شود. 0 باز در دیتابیس ذخیره شود. خب اگر یک میل فیمیل کلیک کرده بود در دیتابیس ما شما بعد یک ذخیره شود به شکل دینامیک. اینال شما میاین اینجا رفرش میکنین اینا یک ذره صحیح شد. اینال براشون میگیم وقتی که همین رفرش شد بعد تو نباشه که دویش ان چک باشه، یک باید سلکت باشه. نه این رقم بعد معلوم میشه. فقط همینجا میلش با دیفالت سلکت کنید. سلکتد رفرش بعد سلکتد بود چی بود؟ چک بود. چکد رفرش چک شد با دیفالت میلش چک شده. خب این خلاص شد دیگه. فقط میایم با کد پی اچ پی جندرش گرفتیم خلاص شد دیگه کار نمونده. اینال میگیم این را در یک وریبل ذخیره کنیم که بر ما باید ما شما بفهمیم که دیتا ذخیره شد داخل دیتابیس رفت یا نه. در یک وریبل ذخیره میکنیم به نام تیچر مثلا ریزالت. این را به نام ریزالت میگیریم. ریزالت در این وریبل میگیریم. اینال برشان میگیم وقتی که اگر ای صحیح شد، اگر ریزالت ما صحیح شد با موفقیت جور شد، وریبل ریزالت ما اگر کار کرد بر ما چی کنین؟ هیدر لوکیشن کنین ما را با اینال در تیچر اد هستیم ما را ببرین در تیچر لیست. هیدر لوکیشن کنین ما را در کجا؟ در teacher underscore list dot php. همونجا یک پارامتر هم بتین که teacher add یا add مساوی است با successful. صحیح شد خلاص. اگر این کار نکرد، اگر اشتباه بود اینال باز با همیجا باشین. فقط کپی از این میره میگیریم else نوشته میکنیم else. در غیر آن صورت باید بر ما امیره هیدر لوکیشن کنین امیره کپی میگیریم. سیو هیدر لوکیشن کنین با تیچر لیست باید نرین، باید با خود امی لیست باشیم تیچر اد باشیم. بر ما بگه که ایرار است، یک ایرار وجود داره. ایرار مثلا not add teacher not add. هر چی نوشته میکنه می گپ نمیکنه فرق نمیکنه. not add خلاص. اینا سعی کنین کار ما شما خلاص شد انشالله که دیگه کدام ایرار نداره کار میکنه. این مربوط چی است؟ مربوط کریت است. میایم دیجا رفرش میکنیم. اول یک نام ذخیره میکنیم، نامش هم مسعود میمانیم. تخلص چیز؟ تخلصش میمانیم یوسفی. اگر خیر یک ذره اشتباه شد گپ نیست. یوسفی. نمبرش شمارهش هم اینمی یک شماره خوبش داره دیگه. میل است و همچنان سالریش هم است 69,000. وقتی که ایره ما رجیستر کنیم باید رجیستر شوه. اینال چی کرد؟ اشتباه شد. اینا میگه not add. اینال ایتو اگر اگر پیدا شد شما باید چی بکنین که کار کرد یا نه. فقط شما چی کنین؟ ایره ایکوری را از اینجا کپی بگیرین تا با اینجا کنترل سی کنین از این با بالا اینجا ایکو کنین، یعنی بر ما نشان بدین امی کیوری را سیمی کلان نشان بدین. بعد از او امی کد ما شما را کلش اگزیت شود. توسط از این ما میتونیم ایرار را پیدا کنیم. اینا لگه پس بیایم اینا اگر رفرش کنیم میگه انزت کو انتو تیچر والیوس ای باشه. اینا لمیره ما کپی میگیریم میبریم در خود دیتابیس که اوجا کار میکنه یا نه. کنترل سی میایم در خود دیتابیس
در کوری اینجا پیست میکنیم. سعی کنین چقدر آسانی ارر ما شما پیدا میشه که از طریق مایسکل است یا چی است. گو میبینین در مایسکل ما شما ارر داریم، مشکل داریم. این حال اینجا سعی کنین میگه ساینتکس ارر دارین شما. در چی است؟ اینجا است. اینجا یک ساینتکس ارر داریم ما. ساینتکس اررش باید در کجا باشه؟ مسعود صحیح است، این صحیح است، این صحیح است. خب این حال اینجا میایم اگر ایره در سینگل کدیشن نوشته کنیم باز کار میکنه یا نه؟ ایره هم سینگل کدیشن میکنیم، ایره هم سینگل کدیشن میگیریم. گو باز هم ارر داره. ایره هم در سینگل کدیشن میگیریم. خلاص گو بعدم ارر داره. insert into teacher values باید چی باشه؟ اینمی چیز باشه. این حال ارر داره. اررش باید ما شما پیدا کنیم. ساینتکس ارر داره. خب اگر اینجا این حال سعی کنین اینجا اگر مو کوری را پرت مشکلش چی بوده؟ بسیار مشکل خورد. چی بود؟ قوس بوده. نمی قوسش مونده بود. خلاص این را انزرت نمیکنیم، میایم در خود کوری. این کوری را این حال مشکلش پیدا کردیم. این را اوسو میکنیم، دیلیت میکنیم. اینجا میایم این قوس از اینجا شروع شده میبینین، اما اینجا بسته کردیم. بسته هم کردیم، اینه بسته کردیم. خود اوجا نبرده بودیم. این حال اگر سیف کنیم. آفرین. یک قوس اینجا است. آفرین. یک قوس اینجا این را بسته کردیم، اما این قوس بسته نکردیم. آفرین. اینجا باید بسته شود. اگر این را بسته شد دیگه کارش خلاص. این حال کوری باید انزرت شود. میایم در اینجا مسعود هر چیز است اما در دیتابیس نیست. این چیزا سعی کنیم اگر دیتابیس سعی کنیم، خود تیچر را سعی کنیم، فقط یک احمد است یک لیلا، اما مسعود در اینجا نیست. اگر ریفرش کنیم مسعود آمده نه. اد سکسسفول مسعود آمد. یک دیتای دیگر هم انزرت میکنیم. لینک ندادیم فعلا. خب تیچر اد یک دانه دیگر را اد میکنیم. روحلا را بگو. روحلا تخلص نوری که نوری صحیح شد. یک آقای میخوره چی میخوره؟ این نمبرت است. یعنی تو یک نمبر دارین شما میل هستین یا فیمیل؟ میل هستین. سالری تان هم هست 90,000. این حال اگر سیف کنیم این آمد. این حال سعی کنین نمی شماره که هست اینجا شماره ما هست. این اگر تکرار بیاید باز کار نمیکنه. یک دیتای دیگر هم ما انزرت میکنیم. این نوری است. خود نوری اینجا یک چیز دیگه هم اضافه میکنیم. این فرق نمیکنه، تکرار نمیاد. میبینین اینش هم تکرار نمیاد، کم میکنیم 900. این حال همین شماره را میبینین فقط شمارهش تکرار میایم 07802528. این حال سعی کنین ارر میگیره. تیچر نات اد. به خاطر چی ارر گرفت؟ به خاطر که در دیتابیس ما شما گفته بودیم که تو یک شماره را بر ما ذخیره نکنین که او چی باشه؟ در خود تیبل باشه. در خود تیبل که باشه دیتا را بر ما ذخیره نکنین. این دیگه شد بخیر. ریت خلاص شد. چیز خلاص شد. کریت ریت خلاص شد. یک چی مونده؟ اپدیت مونده. اپدیت هم بسیار چیز آسان است. نه اپدیت هم کم است. این حال خب این را خب خلاص شد. تیچر لیست اگر بیایم همون چیزا را بر ما شما نشان میده. اینا خب دیلیت کار میکنه. اینا اینا دیلیت کنیم کار کرد. این حال اگر بیایم یک اپدیت اینجا باید اضافه کنیم. اپدیت خب این حال ما شما باید اینجا یک کار کنیم که وقت سر نمو کلیک کردیم اینجا مثلا پروژه ما شما آوردیم لوکال هاست. در لوکال هاست یک فولدر جور کرده بودیم به نام کرود. در اینجا تیچر لیست است. اینجا میاریم تیچر لیست دات پی اچ پی. وقتی که سریع ما کلیک کردیم بعد دیتای ما شما را تو چیز دیلیت نشود که هیچ بعد بر ما شما بعد یک الرت بتنه. این حال این هم کار میکنیم. یک آیکن هم اینجا میمونیم. اول آیکنش میاریم. شما باید اینجا اول بیارین در اینجا یک فایل بیارین. فایل فونتاسوم
از طریق چیزم میشه کلیفایکن. ما از طریق فونتاسوم میکنیم. یک پروژه دیگه ما داشتیم اینجا چی شد؟ در زمپس اشتیداکس یونیورسیتی در اینجا ما کار کردیم اسست CSS فونت اسوم. این را باید کپی بگیرین، کپی در پروژه در فولدر پروژه خودتان پست کنین. کنترل وی. اینا را پست کردیم. نام از را کپی میگیریم. کنترل سی کپی گرفتیم. شما باید اینجا بیاین در خود پروژه تان در بالای از اینجا که اونمو لینک شما کلیک چیز کردین نوشته کردین لینک بعد همینطور یک لینک دیگر هم شما باید نوشته کنین به نام فونتاسوم که داخل از این همین فونتاسوم باشه. نام از را کپی میگیریم همونجا پس پست میکنیم اینجا. کنترل وی. پسوندش هم هست .css شد. اینال اگر سعی کنین اگر لینک شما کار کرده بود اینال چرا هم میتونیم ما لینک ما ببینیم که لینک ما کار میکنه یا نه. اینال اینا ما غلط میکنیم یک اف دیگر هم اضافه کردیم. ریفرش میکنیم. حالا ما چی بفهمیم که لینک ما کار کرد یا نه. شما رایت کلیک کنین بیاین ویو پیج سورس. اینجا امی فونتاسوم است. سریع کلیک کنین. اگر کلیک کنین هیچ چیز نمیاد. میبینین بر ما معلوم شد که لینک ما کار نکرد. اینال اگر لینک ما صحیح کنیم .css ریفرش کنین لینک نه حالا اگر سرش کلیک کنیم عمود دیتا که در داخل از او است او بر ما میاره. توسط این شما میتونید که لینک شما را سعی کنین که کار میکنه یا نه، جور شده یا نه. اینال جور شده کار کرد. خب بجای اینمی همیجا یک امو ایکن میاریم. فقط شما بیاین اینجا یک تگ به نام آی اضافه کنین. آی در داخل این یک کلاس معرفی کنین. کلاس در داخل همین کلاس شما باید بگوین که فونت اسوم. فونت اسوم داش تراش. تراش به معنای امو کثافت‌دانی و چیز است. اینو اگه اینجا بیایم ریفرش کنیم بعد بر ما یک تراش اومده باشه. میبینید چی رقم تراش اومد. یک تراش هست، یک مثلا پلاس هست. از طریق اینمی میآید. اینو اینجا صحیح کار نمیکنه. اصلا اینمی رقم میآید. خب اینو اینجا ما چیم کدام مشکل پیدا شد کار نکرد صحیح. میبینین بعدی کار میکرد. خب یک ما باید بخوایم که وقتی که سر یک دیتا کلیک کردیم او را اتومات باید دیلیت نشوه. نه که اینجا کلیک کردیم اتومات دیلیت شوه. یک الرت بر ما بده. الرتش از طریق جیکیوری میکنیم. در خود از این فولدر ما شما باید یک فایل دیگه بیاریم به نام جیکیوری. ما در یک دیگه پروژه کار کردیم. در پروژه خود ما از اون ما کپیش میگیریم براتون اینجا نوشته میکنیم. پروژه ما به نام افغان هاسپیتال منیجمنت است. در داشبوردش کار کردیم در بخش اسیست. میایم در جاوا اسکریپت و مربوط به جاوا اسکریپت میشه. خب یک فریم ورکش هست به نام جیکیوری. این را کپی از این را میگیریم در خود پروژه ما شما میاریم. کنترل وی پست میکنیم. اینا اگه اینجا بیایم بعد لینک از او را در اینجا نوشته کنیم. در کجا؟ یا در بالا نوشته کنین یا در پایین نوشته کنین کدام گپی نیست. اینجا خب این را لینکش آوردیم. اینجا اگر سعی کنین ما در اینجا کار کردیم در لیست ادورتایز. فقط شما چی میکنین؟ خب اینجا نیست. در وبسایت در خود انکلود در فوتر یک لینک شما باید اضافه کنین. انمی لینک فقط یک سورسش نوشته کنین خلاص دیگه چیز نداره. اینو اینا ما کلوز میکنیم. اینا مربوط به پروژه ما و شما نیست. همینجا که آمدین دلتان اگه اینجا نوشته میکنین در بالا نوشته میکنین اگه در پایین نوشته میکنین کدام گپ نیست. خب بعد کدای جاوا اسکریپت که هست در اینجا نوشته کنین. نوشته میکنین که اسکریپت که نوشته کردین این یک سورس داره src یعنی سورس منبع یک منبع داره. و نمو فایل ما شما که در اینجا بود به نام چی است؟ script.javascript. سعی کنین script.gs اینال ما سعی کنیم که می لینک ما شما کار میکنه یا نه. رایت کلیک ویو پیج سورس لینک ما اینجا آمد. میبینین وقتی که ما سرش کلیک کنیم اینمی کدایی که در جاوا اسکریپت در داخل از نوشته کردیم امور را باید بیاید. صحیح شد کار کرد. اینال میایم دمی خود اینمی ساحه
ایرا اوپن میکنیم از طریق ویژوال استودیو کد. در این ما خودم کدای چی را نوشته کردیم؟ کدای جیکوری را استفاده کردیم. این یک الرت است. الرت نوشته کردیم که نام کلاس چه ماندیم؟ وردک الرت. این حال اینجا دلیت ماندیم. میبینین دلیت. این حال وقتی که سر او تو یک چیز باشه، تگ باشه که تگ ای باشه که کلاس دلیت داشته باشه، باید انمی الرت بر ما شما نشان بده. این حال سعی کنین کلاس ازی دلیت دیتا میمونیم. فقط نام ازی است. خب انمی نام باید شما در اینجا بیاین، در اینجا معرفی کنین. وقتی که سر انمی تگ ای کلیک شد، در انمی خود تگ ای یا کلاس باید شما معرفی کنین کلاس که نام از او باید چی باشه؟ سعی کنین نام ازی باید مشابه با می باشه. دلیت دیتا باید دلیت اندرسکور دیتا باشه که اگر ای بود باید بر ما عمول الرت نشان بدین. فقط همین که خلاص میایم در خود دیتای ما شما اینجا ریفرش. این حال سعی کنین ما سر لیلا دلیت میزنم. دلیت شد. اما لینک ما شما کار نکرد. به خاطر چی کار نکرد؟ به خاطر که حتما اینجا کدام اشتباه داریم. خب اشتباهش چی باشه؟ خب اینجا اگر اینجا سعی کنیم دلیت دیتا، خب اینجا یک آخری ای میخوره. نه کلی چیزایش صحیح است. جاوا اسکریپت دلیت دیتا ایره کنترل سی میکنیم. میایم اینجا کنترل وی کنیم. سیو فورس ریفرش بیایم میره دلیت کنیم. کار نکرد. میبینید یک ارر هم داد. وقتی که تمام دیتا در دیتابیس ما نیست، ایتا یک ارر بر ما نشان میده. بعد ارر بر ما نشان نده. نه ارر بسیار خوب نیست. فقط شما بیاین وقتی که بعد شما بگین که اگر داخل تیبل ما دیتا نبود، امی تیبل بر ما نشان نده. کل تیبل بر ما نشان نده. سوال یا PHP شرط کنین اگر وریبل چی دلاروی تیچر ما بزرگتر از صفر بود، همو را بر ما نشان بدین. تمام تیبل بر ما نشان بدین. این را بیاین اینجا بسته کنین. سوالیه PHP صحیح است. خب این حال او ایرر را بر ما نشان نمیده. ریفرش میبینین هیچ چیز در اون نیست. اگر وقتی که دیتا در این ذخیره کنیم، باز کار میکنه. teacher add.php میایم یک دیتا را در این ذخیره میکنیم. شماره تلفنش میگیریم، میل میگیریم، سالریش هم میگیریم. سیو. این حال بر ما نشان میده. یک دیتای دیگر هم ذخیره میکنیم. همین تا دیتا را ذخیره کنین میشه. فقط این حال باید ببینیم که چرا اونمو دیتای ما شما کار نکرد. فیمیل میگیریم میره. کار کرد. خب این حال ما آمدیم ایرا دیتا را انزرت کردیم، رید کردیم و دیلیت کردیم. این حال میخوایم که دیلیت کنیم. اگر حال ایجا ما دیلیت کنیم ایرا یک الرت نمیده. او را ما چیم کدام مشکل پیدا کرده او را با شما جور کنین. از طریق جاوا اسکریپت میشه او. مربوط PHP نمیشه. این حال ما میخوایم که ایرا اپدیت کنیم. چرا که همین دیتا مثلا نام ازی غلط است نه دیدیست. نام از را باید اپدیت کنیم. فقط شما بیاین اینجا یک لینک دیگر هم اضافه کنین. در خود تیچر لیست بیاین. این حال اینجا یک لینک اضافه کردیم میبینین. دیلیت. بعد از همین دیلیت یک دانه سپن میمونیم. تگ سپن. بخاطر که اونجا یک ذره فاصله پیدا کنم. سپن همینجا یک فاصله میتیم. علامه این چیز خلاص. بعد از این میبینین اینجا یک دانه تگ ای دیگر نوشته میکنیم که باید برای با یک فایل دیگر جور میکنیم به نام teacher underscore edit .php و همچنان اموجا باید آیدی را ببره با پارامتر teacher underscore id مثل که دیلیت از همون رقمی میشه مساویس با این حال اینجا نوشته کنین کد PHP را. سوال PHP بر ما اکو کنه چی را؟
دلار روی تیچر دلار روی تیچر در داخل از این تیچر یک آیدی داشت نه تیچر اندرسکور آیدی این را باید ببره همونجا بر ما شما شو کنه خلاص خب عزیزا شروع کرده بودیم عزیزا میبینید عزیزا شروع کردیم در داخل از این تگ ای اگر اینال سیو کنیم اینجا بیایم کدام چیز بر ما نشان نمیده یک اینمی علامه را نشان میده بعد از اینجا بعد یک لینک دیگه بر ما نشان میده که ادیت شوه میبینید اینجا در داخل تگ ای ما میگیم که ادیت شوه سیو ریفرش میبینید یک دیلیت است یک ادیت اینال شما چی میکنین تیچر آیدی را گرفتیم تیچر اندرسکور آیدی این را بر ما شما باید اکو کنه اینجا هم گرفتیم دلار روی تیچر آیدی بر ما اکو کنه دلار روی تیچر آیدی صحیح است خلاص این از اینجا شروع شده تا به اونجا رفرش کار میکنه این حالا میبینید آیدی از این را 12 است اگر دیلیت هم کنیم 12 است اگر اپدیت هم کنیم 12 است پایین معلوم میشه میبینید کار میکنه اگر این حالا سریع کلیک کنیم همون صفحه را ما جور نکنیم این صفحه را چی رقم جور میکنین این صفحه خیلی آسان است فقط کپی انزرت تا بگیرین ادیت کنین ما تیچر اد داریم از این یک کپی میگیریم کنترل سی کنترل وی نام از این را فقط چنج میکنیم با چی باید چنج کنیم با تیچر اندرسکور ادیت خلاص اینا رو اوکی میکنیم یک کم که تغییرات دهی میاریم سعی کنیم رفرش وقتی که سریع ما کلیک کنیم با تیچر اندرسکور ادیت ما رو میبره که آیدیش 12 است ایناله ما اینجا برشان میگیم یک کوری PHP را ما در اینجا اضافه میکنیم کوری PHP به نام آیدی یک کوری بله جور میکنیم به نام تیچر اندرسکور آیدی که از طریق متد گیت میگیریم به خاطر از این جور میکنیم تیچر آیدی مساوی میشه با وریبل از طریق گیت بر ما میآید به نام تیچر آیدی تیچر اندرسکور آیدی دی باید ذخیره شود اینال با برشان میگیم اپدیت میکنیم نه سلکت کو یک کوری را جور میکنیم به نام تیچر دی ذخیره میکنیم کوری ما اسکیل کوری اول پارامترش که هست کانکشن با دیتابیس است دوم پارامترش که هست سلکت کردن است سلکت کو این اگر خود باشه کلان باشه گپی نیست سلکت کو all from چی teacher where teacher ID مساوی باشه با teacher underscore ID مساوی باشه با چی تیچر آیدی مساوی باشه با می وریبل که از طریق گیت بر ما میآید با وریبل تیچر آیدی خلاص همین قدر اینال تمام معلومات از او را بر ما میاره همین معلومات بر ما میاره این را ما پیچسوک میکنیم همون رقم میکنیم در یک وریبل دیگه میگیریم اینجا میگیریم به نام دلار روی اندرسکور تیچر دلار روی اندرسکور تیچر دی میگیریم که بر ما همین دیتا را فیچسوک کنیم my sqli اندرسکور فیچ اسوک کنین همین دیتا را کلا که بر ما فیچ اسوک کنین کدام دیتا را که در وریبل تیچر ذخیره شده دیجا که ذخیره شده همین را بر ما چیز کنین فیچ اسوک کنین اینا رو اینجا ما اومده فعلا میبینین آیدیش که 12 است اینمی نفر نامش دی است تخلصش این چیز است کل چیزا وقتی که سری ما کلیک کنیم بعد دایمی تیبل اتومات بعد اینجا بیاید که ما اپدیت کنیم میایم اینجا برشان میگیم دایمی اینپوت باید یک والیو داشته باشه این باید یک والیو داشته باشه اینجا
سوالیه PHP یعنی بر ما اکو کنه خود انمی دیتا را دلاروی تیچر آیدی نه دلاروی خود تیچر را میگیریم دلاروی تیچر در دلاروی تیچر بعد بر ما اونجا چی اکو کنه فرست نیم اینا کپی میگیریم کنترل سی همینجا پیست میکنیم کنترل وی اینا رو سعی کنیم اگر ریفرش کنیم اینجا بعد همون نام بر ما بیاید اتومات میبینید آمد فقط همین ولیو را دیگه کپی بگیریم در تمام چیز کو پیست کنیم کنترل سی اینجا بیاین کنترل وی فقط نامش چنج کنین باز اینجا هم کنترل وی جندرش هم باز یک شرط میمونه اگر این صحیح بود بیره باز چک کنین اگر میل بود میل چک کنین اگر فیمیل بود فیمیل سالریم داره اینا اگر سیف کنیم دکلگی نام برمونشته میکنیم میبینین دکلش نام است فقط نامایش چنج میکنیم ای که است فرست نیم است کنترل سی ای که است لاست نیم است ای فون است اینجا فون میمانیم ای جندر است کنترل سی وی کنترل وی ای که است سالاریسته کنترل سی و کنترل وی خلاص رفرش دیتا را مکمل بر ما آورد اینال من میگم وقتی که اینمی دیتا نفر چی باشه فیمیل باشه بعد اینمی اتومات بر ما کلیک باشه و اگر میل بود اینمی را بر ما سلکت باشه این از طریق شرط میمونیم که اگر چیز بود میل بر ما سلکت کنه اگر فیمیل بود فیمیل بر ما سلکت کنه شرط میتیم اف اگر همی دلاروی جندر ما و شما مساوی بود با چی؟ با صفر بر ما شما باید اکو کنه چی را؟ نه اکو کنه سلکتد ای چک میخواه یا سلکت چکت بر ما باید چک تا اکو کنه کنترل وی خلاص همه فقط شرط است همین شرط از اینجا کپی میگیریم از اینجا کپی میگیریم تمامش کپی میگیریم از اینجا تا به اینجا کنترل سی همینجا پیست میکنیم از اینجا پیست میکنیم تا به اینجا کنترل وی اینا رو میگم وقتی که این بجای 01 بود بر ما چک کنه معنای از این چی هست اینا رو براتون میگم اینا یک دیتای دیگر اگر ما ذخیره کرده باشیم اینجا سعی کنین یک دیتای دیگر ما اینجا ذخیره کردیم به نام لیلا است این نمبرش است این فیمیل است فعلا میبینید یک لیلا است فیمیل یک میل است اینا اگر ما میل اوکی کنیم ادیت کنیم اونجا بر ما ایمیل سلکت است میبینید اینا اگر بیایم فیمیل ادیت کنیم اونجا بر ما باید فیمیل سلکت باشه اینجا باید بر ما فیمیل سلکت باشه سلکتد باشه بر ما اکو کنین چکت خب این را باید اینا لی اوسو کنین سیف رفرش اینا لی ای کار نمیکنه بیاین خودتان در سورس که چرا کار نمیکنه رایت کلیک پیج سورس در پیج سورس سعی کنین اینجا ما رادیو بتن داریم ولیو داره اینا ولیو از این چی است خالی است این که است فیمیل است نی چک تا اینجا اوکی کرده چکت میبینین چکت این را باید در ولیو نگیریم در ولیو این را گرفتیم ولیو خوجا ما معرفی کردیم از ولیو میکشیم میبینین اینجا ما شما که اشتباه کردیم فقط همی ولیو را باید اینجا نباشه خلاص فقط مشکلش نمیجا بود شما میتونید مشکلات از اینجا هم حل کنین اینا ولیو نداره سعی کنین اینجا ولیو است رفرش ولیو شیر شد فقط اینجا بر ما چک نشان داد اینا او مشکل حل میشه اتومات باید بر ما چک شود چرا فیمیل اینا فیمیل شد اگر میل ادیت کنیم میل بر ما چک میشه اگر فیمیل ادیت کنیم فیمیل بر ما چک میشه خلاص شدیم جور شد اینا چی میکنیم خلاص شد دیگه کارش خلاص شد فقط انزرت میکنیم دیتا را وقتی که سابمیت شده بود اینمی نام و چیزا را بجای
انزت ما باید بگیم که اپدیت کنه دیتا را بر ما. اپدیت کنه بر ما دیتا را. اپدیت کنه بر ما چی را؟ تیچر را. تیچر را میکنیم اپدیت کنه بر ما تیچر را. فرست نامش باشه از خود دیتا میگیریم. خب اینمی فرست نیم میگم برشان در خود ایجا که فرست نام مساوی به امی وریبل باشه، لاست نیمش هم مساوی به امو باشه. فقط امی را کپی میگیریم کنترل سی فرست نیمش، بعد خب چی را کپی گرفتیم دیگه چیزا کپی گرفتیم. فرست نیمش کپی میگیریم ایجا پیست میکنیم کنترل وی مساوی باشه به اینمی چیز. لاست نیمش میبینین کپی گرفتیم ایجا مساوی باشه به اینمی چیز و فونش مساوی باشه به اینمی چیز. کنترل سی کنترل وی مساوی. جندرش هم می رقم کنترل سی کنترل وی مساوی به چیز. سالریش هم بعد می رقم کنترل سی او همچنان کنترل وی. خلاص تا اینجا خوش شد. این حال اینجا بر ما میگه که اپدیت میکنه تمام ریکاردها را بر ما شما اپدیت میکنه. تمام ریکاردها را بر ما شما اپدیت میکنه. ما باید شرط کنیم که کدام استاد باید بر ما شما اپدیت کنه. این حال استاد نمبر شماره 12 14 کدام میشه. این حال اینجا یک شرط میتیم رو واسه میکنیم اپدیت کنه تیچر بر ما انمی ولیو را بر ما بانه و اینجا شرط میتیم از طریق مایسکل ویر تیچر آیدیش تیچر اندرسکور آیدیش مساوی باشه با چی؟ با خود انمی وریبل که از طریق متد گیت بر ما آمده. این را اینجا نوشته میکنم ویر تیچر آیدیش مساوی باشه با این. این حال اینجا ما میگیم که تیچر آیدیش با تیچر اندرسکور آیدی مساوی باشد. این حال شرط ما صحیح شد. این حال انشالله که کار میکنم. میایم اینجا اول از اینجا میایم اینجا ریفرش میکنیم. اینمی نام از این را صحیح میکنیم ادیت. نام از این تو یک چیز است. نام از این را چنج میکنیم به نام فیض الله. ادیت فیض الله ادیت شد. میایم شماره ایش ادیت میکنیم 078,025,28 ادیت شد. میل و فیمیل کل یک سایش جور شد. آیدیش نمیشه نه. آیدی که هست کو از طریق ماسکل برشان ذخیره میشه. این حال ما سعی کنیم یک نفر اینجا اضافه میکنیم اتومات از یک آیدی شروع میشه که اونجا باشه. مثلا اینجا ما یک نفر اضافه میکنیم به نام کریم. تخلصش چی است؟ تخلصش رحیمی. فون نمبرش هم تو یک فون نمبر است. سالریش هم است یک 85,000 نه. این را رجیستر میکنیم. سعی کنین آیدی از این مسلسل است. شما که هر چقدر دیتا از این را دلیت کنین آیدیش از نمی شروع میشه. وقتی که شما میخواین که آیدی از این از یک شروع شوه خب این چیز نشوه. این حال آیدی از این را که دلیت کنین این خود چی رقم است؟ آیدی سی رقم است که را دلیت کنین. این آیدی دیگه یونیک است. این آیدی دیگه تکرار نمیشه. اتومات زیاد شده میره میبینین. پس پایین نمیشه که باشه یک آیدی دیگه است یا نه. از 15 شروع میکنه. این حال اگر شما میخواین که کل دیتا را دلیت کنین نه کل دیتا را دلیت کنیم اینجا اگر بیاین از یک اگر شروع میکنین سعی کنین فعلا هیچ دیتا ذخیره نیست. شما بیاین در اینجا در اپریشن شما سعی کنین آیدی ما میبینین اوتو اینکریمنت است از 16 شروع میشه. این را من میگم که از 16 شروع نشوه از 1000 شروع شوه. میبینین از 1000 شروع میشه. این حاله ما یک نفر اضافه میکنیم در اینجا teacher add.php. این حال یک نفر اینا اضافه کردیم مثلا نی فیمیل باشه نه اینو قشم چیز داشته باشه. آیدی از چند میشه؟ اتومات 1000. بعد از هر چقدر که اضافه میکنین آیدی از اتومات اوجد شما چنج کردن میتونه نه. اینا دیگه نفر اضافه میکنیم شماره شنمی تو یک چیز است اقرار نمبر داره. میبینین شماره از این چند شد؟ 1001. برای شما با دیفالت هم جور کنه میتونین گپ نیست. اگر یکم میکنین یکم میتونین.
اینال شما باید بیاین اینمی را بیاین جور کنین، پس از یک شروع کنین. میبینین حالا از شروع شده، پس از یک شروع کنین، از یک دیگه شروع میشه. او دو تا دیتا همون تو میمونه. یک دیتا را ما اضافه میکنیم، اینه اجمال اضافه میکنیم، اجمال یعنی خشماره داره، خلاصی نمبرش هست. صحیح شد. صفر از چند شروع شد؟ از 1002 شد. اوجا ما اینا رو چنج کردن نمیتونیم. صحیح شد. 1003 شدی اتومات میشه. اگر دیتا را کلش دیلیت کنین باز از یک شروع میشه. اینا رو بیاین ایرا دیتای از این کلش دیلیت کنین. میبینین دیتا از این کلش دیلیت کنین. دیلیت اینا خلاص شد. در خلاص شدی. فقط سعی کنین اینا اینجا یک نوشته کنین، از یک دیگه اتومات شروع میشه. یک نفر اینجا پس انزرت میکنیم، انت فیض الله فیروزی، شمارهش، میل، سالریش اینه اضافه کنیم، آیدیش از یک شروع میشه. اینمی دیگه کل عملیه PHP بوده که باید طرف میتونستیم که چی رقم اد کنیم، چی رقم دیلیت کنیم، چی رقم لیست نشان بدیم. اینا هر چقدر که زیاد و کم باشه کار میکنه. و من الله توفیق. صحیح شد.